سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ امروز اومدیم با داستان متفاوت، داستان جورجینیا و کریستیانو رونالدو که یکی از جالبترین و الهام بخشترین عاشقانه‌های قرن 21. جورجینیا تو آرژانتین به دنیا اومد و با خانواده‌اش به جاکا تو اسپانیا نقل مکان کرد. زندگیش کاملا معمولی بود. مثل خیلی‌ها با رویاها و آرزوهای ساده، دوست داشت برقصه، باله کار کنه و تجربه‌های جدید داشته باشه. ولی هیچکس فکر نمی‌کرد که سرنوشتش قرار دگرگون بشه. اون از زمانی که توی مادرید به عنوان فروشنده تو فروشگاه گوچی کار می‌کرد، برای اولین بار با رونالدو برخورد کرد. خیلی خرشانس بود واقعا. اون لحظه شاید عادی به نظر می رسید، اما همین دیدار ساده مسیر زندگی جورجینیا رو کاملا تغییر داد و باعث شد یه داستان بزرگ شروع بشه. تو اوایل 2017 رابطه‌شون رو علنی کردن و از همون اول مشخص بود که این فقط یه رابطه معمولی نیست، یه ارتباط عمیق و جدی بود. با گذشت زمان اونها تبدیل به یکی از محبوب ترین زوجهای دنیا شدن. رونالدو و جورجینیا با هم یه خانواده بزرگ ساختن. 5 تا فرزند دارن، شامل بچه‌هایی که رونالدو قبلا از رابطه‌های قبل داشت و بچه‌هایی که با هم دارن. زندگی خانوادگی برای هر دو خیلی ارزشمنده و همیشه اولویتشون بوده، اما مسیرشون همیشه هم راحت نبوده. تو آوریل 2022 یکی از دوقلوهایی که تازه به دنیا اومده بودن درگذشت. یکی از سخت‌ترین و دردناک‌ترین لحظات زندگیشون بود. این اتفاق نشون داد حتی زندگی درخشان و پرزرق و برق هم میتونه با چالش‌های واقعی همراه باشه و جورجینیا و رونالدو با هم این غمو پشت سر گذاشتن. جورجینا نه فقط به عنوان شریک زندگی رونالدو شناخته میشه، بلکه به عنوان یه زن مستقل، قوی و موفق هم مطرحه. اون تونست خودش رو توی دنیای مدلینگ و اینفلوئنسرها اثبات کنه، با برندهای جهانی همکاری کنه و میلیون‌ها نفر رو توی شبکه‌های اجتماعی تحت تاثیر قرار بده. کاریزما و جذابیتش باعث شد تا نه فقط به عنوان شریک رونالدو شناخته بشه، بلکه به عنوان چهره‌ای مستقل با قدرت و تاثیرگذاری جهانی هم شناخته بشه. تو آگوست 2025 بعد از حدود 8 سال رابطه عمیق و پایدار، رونالدو به طور رسمی از جورجینا خواستگاری کرد. با یه حلقه الماس فوق‌العاده بزرگ که توجه همه رو جلب کرد و خبرش جهانی شد. این روزا اونا در عربستان سعودی زندگی میکنن، جایی که رونالدو برای باشگاه النصر بازی میکنه و جورجینا هم به عنوان مدل، مادر و اینفلوئنسر فعال حضور داره. زندگی جورجینا از یه شروع کاملا معمولی به یه مسیر بی‌نظیر و الهام بخش تبدیل شده. از فروشگاه مادرید تا زندگی کنار یکی از بزرگترین ستاره‌های فوتبال جهان و تبدیل شدن به صدها میلیون دنبال کننده که از زندگی اون الهام میگیرن. اگه از این ویدیو خوشت اومد، لایک رو بکوب، کانال رو ساب کن و حتما نقد و انتقادات تو واسم کامنت کن. خیلی دوستتون دارم. خدا فیس.